منتظر یه ایمیل مهمی ولی تبلیغاتی بوده. تا حالا چند بار برات پیش اومده؟ بیا با هم حلش کنیم. برای از بین بردن ایمیل های تبلیغاتی 3 تا گزینه داریم. وارد اپ جیمیل میشیم، یه دونه از ایمیل های تبلیغاتی رو از تب پروموشن انتخاب میکنیم. وارد ایمیل میشیم، اولین گزینه آن سابسکرایبر یا لغو اشتراکه. روش کلیک میکنید، اینجا گزینه آن سابسکرایب رو کلیک میکنید. گزینه دوم برای وقتیه که گزینه لغو اشتراک رو ما نداریم. گزینه بلاک کردن یا مسدود کردن، این گزینه رو فشار میدیم و ایمیل های فرستنده از طریق این اکانت برای شما محدود میشه. گزینه سوم هم گزینه گزارش اسپم یا ریپورت اسپم هستش. اگر هم از نسخه دسکتاپ استفاده میکنید، یه راه حل براتون نوشتم توی کپشن که حتما به این سر بزنید. این ویدیو رو بفرست واسه اون دوستت که ایمیل های تبلیغاتی امونشو بریده. اینجا هم پر از ترفنداییه که مطمئنا یه روزی به دردت میخوره.